در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم توام. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید. انشالله دل و جسم و روحتون بهاری باشه. شهید آوینی میگفت با بهاران روزی نو از راه میرسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو هستیم. اکنون که جهان و جهانیان مرده اند، آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟ و یحیی الارض بعد موتها. تقویم رو که نگاه میکردم، امروز سالروز شهادت شهید آوینی هم هست. انشالله روح شاد باشه. روز ملی فناوری هسته‌ای هم هست. روح همه شهدای هسته‌ایمون هم انشالله شاد باشه. خیلی خوشحالیم که برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. میدونم هم شما بی صبرانه منتظرید و هم من که برنامه امروز رو با حضور حاج عالی تقدیم حضورتون بکنیم. حاج سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خیلی دلمون تنگ شده براتون. بزرگوار هستید. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و هم سال نو رو از طرفی تبریک عرض میکنم و هم فرارسیدن ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. ما هم همینجور توفیقی هستش خدا حفظتون کنه ان شاء الله. از طرف خودم و از طرف همه بیننده های خوب سالی سرشار از خیر و برکت رو برای شما و خانواده محترمتون آرزو میکنم. فاصله نسبتا طولانی افتاد بین آخرین جلسه ما در سال گذشته و این اولین جلسه ما با جای عالی در سال 91 هست. تا جایی که من یادم میاد بحثمون سر مواقف بود. درسته؟ همین بحث رو ادامه میدیم. خیلی ما هستیم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همینجور که هستالی فرمودید ما بحث مواقف رو دنبال میکردیم و اجمالاً عرض شد که طبق روایات اهل بیت مواقف و ایستگاه‌هایی یا به تعبیری دادگاه‌هایی برای بازرسی اعمال بر صراط هست که اون چنان که در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده 50 موقف و ایستگاه هستش که اعمال بررسی میشه. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن که فإن فی القیامة 50 موقفا، 50 موقف هستش که طبق تفسیری که مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداتشون مطرح کرده بودن فرمودن که این 50 موقف در واقع هر کدوم بررسی تکالیف و وظایفی است که بر دوش ما بوده که در صراط دنیا و در اون مسیری که تو دنیا برای بندگی داشتیم باید انجام میدادیم. لوازم بندگی بوده، لوازم و اون اقتضاعات بندگی بوده که ما باید اینجا انجام میدادیم. حالا اونجا بررسی میکنن که درست انجام دادیم یا انجام ندادیم. باید حساب پس بدیم. بله در واقع مواقف اینه. ترتیب مواقف رو همونجور که باز عرض کرده بودیم قبلا ما در روایت صریحی نداریم که مثلا گفته شده باشه اولین موقف این، دومین این، سومین این. شاید خیلی مهمم از این جهت نبوده، چون مهم این هستش که بالاخره اینا هر کدوم از اینها بررسی میشه. حالا کدوم اول کدوم دومش خیلی اینش فرق نمیکنه. بدم وقتی شما کلیات اعتقادات رو مقدم دونستید. بله احسن. این چیزی که از روایات برمیاد و میشه اینو به دست آورد این هستش که اولین موقف بر صراط
بررسی اعتقادات حقی است که یک انسان، یک مؤمن باید داشته باشه. اون رو در روایت هستش که اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه الشهاده و النبوه و موالات علی بن ابی طالب علیه السلام، راجع به توحید، راجع به نبوت و راجع به ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین علیه السلام که شاخص ولایت ائمه معصومین هست. از این اعتقادات سوال میشه. دقیقا همینجوری. این اولین موقفه که انشالله واقعا هممون باید دست به دعا برداریم و از خدا بخوایم که تو این موقف که اعتقادات بررسی بشه، ما هم اعتقاداتمون رو تا اونجا برده باشیم، با خودمون برده باشیم. این چنین نباشه که تو همین دنیا هنگام مرگ اصلا این اعتقادات رو از دست خدای نکرده کسی داده باشه، و ثانیاً صحیح هم باشه، با خرافات، با اعتقادات شرک‌آلود همراه نباشه، که اینها رو باید همینجا درستش بکنیم. من همینجا عرض میکنم خدمت شما، ما در روایات زیادی داریم که ایمانها دو جور هستش. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای است. ایمانهای آریه‌ای ایمانهایی هستش که موقته، مثل آریه‌ای که شما امانتاً از کسی میگیری بعد پس میدی. ایمانهای آریه‌ای است که چه بسا عجین نشده با جان آدم، قلبی نشده، از صمیم قلب انسان با اونها زندگی نکرده. شاید فقط همونجور که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یه روایتی فرمود که الدین لعقن علی السنتهم، لغلقه زبان بوده، یعنی فقط چون گذران زندگی با این میگذشته آدم به کار برده، تو جونشون نرفته، ولی وارد جان و قلب آدم نشده. واقعا این چنینه. خب طبیعتا کسی که ایمانش زبانی بوده، اونجایی که زبان از کار میفته ایمان هم از کار میفته. دم مرگ زبان دیگه از کار میفته دیگه. این ایمانی هم که فقط سر زبون بوده از کار میفته و جان انسان که سفر آخرتش رو ادامه میده بدون ایمان خواهد رفت. ببینید ما این رو شاید اشاره کردیم دفعات قبل بارها که هنگام مرگ، از همون هنگام سکرات، یواش یواش دیگه جوریست که باطنها و اون چیزی که در ضمیر انسان هستش آشکار میشه. دیگه کم کم موقعیتی فرا میرسه که انسان فکر و ذهنش دیگه کار نمیکنه، ملاحظه افراد اطراف رو هم نمیکنه. چه بسا اگر باطن آلوده و کفر آلودی داشته باشه بیرون بیاد، شبیه خواب. شما ببینید تو خواب چطور انسان دیگه ملاحظه بیرون رو نمیکنه. حالا تا وقتی بیداره آدم مقاومت بکنه برای اینکه خودش رو بیرون نریزه و ملاحظه میکنه، اما وقتی خوابید دیگه اون ضمیر ناخودآگاهش کم کم به هر حال پیدا میشه. همون چیزی که روانکاوها معمولاً به خاطر همین بعضیا رو هیپنوتیزم میکنن، به خواب میبرن تا بتونن اطلاعات ازشون به دست بیارن. در مرگ که خب یه مرحله بسیار سنگین تری هست، دیگه انسان ملاحظه افراد اطراف رو دیگه نمیکنه. اون چی که تو دلشه بیرون میریزه و چه بسا برای اون افرادی که ایمانهاشون آریه‌ای و فقط زبانی بوده، خیلی سطحی بوده، با خدا زندگی نکردن، با ایمان و محبت و عشق به اولیاء خدا، پیغمبر خدا زندگی نکردن، خب طبیعتاً چه بسا کفر بریزه بیرون. داره در یه نقلی که پیغمبر اکرم بالین شخص محتضری بود که حال سنگینی داشت، پیغمبر بهش تلقین کرد که بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت نمیگم و نخواهم گفت و بیزارم. عجب. و این 60 سالی که گفتم پشیمانم. تو همین حال از دنیا رفت. پیغمبر اکرم خیلی ناراحت بود که این بنده خدا با این وضعیت. سوال کرد از همسرش که این مبتلا به چه گناهی بود، عادت به چه گناهی داشت که با این حالت دچار سوء عاقبت شد. گفتش که یا رسول الله او مشروب بخورد، شرابخوار بود. خب ببینید یه گناهی که انسان عادت بهش داشته و ما اینو میدونیم که موقع گناه انسان تحت ولایت خدا نیست، با خدا زندگی نمیکنه. حین گناه آدم تحت ولایت ابلیسه، تحت ولایت شیطانه، شکی نیست. ما در روایاتمون زیاد داریم که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. شخص در هنگامی که داره گناه میکنه، در هنگامی که مرتکب فحشاه، در هنگامی که داره سرقتی انجام میده، اونجا ایمان نداره. اونجا ایمان نداره. شکی نیست که اونجا تحت ولایت خدا دیگه نیست، اونجا فرمانش به دست شیطان هستش
و خدا نکنه کسی تو اون حال از دنیا بره. و حالا حتی اگر تو اون حالم از دنیا نره، عادت بر گناه یک هویتی برای انسان میسازه که شکل میگیره، تثبیت میشه زیر نفوذ شیطان بودنش و یواش یواش دیگه ایمان ازش سلب میشه. یعنی در واقع به جای اینکه اون فضائل ملکه بشه در وجودش و نهادینه بشه، آفرین، اون وقت اون رذائل نهادینه میشه و اونجا کم میاره و اون رذائلی که انسان رو از ولایت خدا میبره بیرون، ایمان رو ازش سلب میکنه، خب اونجا کم میاره طبیعتا. البته حالا اونایی که میتونن جبران کنن، اونایی که به هر حال هنوز فرصت براشون هست، کاملا اینا قابل جبرانه. ولی اگر کسی با همون حالات و با همون به هر حال عدم اعتقاد درست و قوی و زندگی نکردن دینی، خب این دوچار سوء عاقبت میشه. شبیه همین چیزی رو که الان عرض کردم از پیغمبر اکرم مرحوم محدث قمی تو همون کتاب منازل الاخره که من یادم میاد معرفی کردیم ظاهرا تو این جلسه، مرحوم محدث قمی اونجا نقل کرده از فضیل ابن عیاض که از عرفای زمان امام صادق علیه السلام بوده. ایشون هنگام مرگ شاید از بهترین شاگردانش بالین او بود و شروع کرد برای او سوره یاسین خوندن. اون شاگرد گفت نخون. فضیل خب نخوند. بعد شروع کرد تلقین اعتقادات رو بهش گفتن که لا اله الا الله بگو، اینا رو بگو. او گفتش بیزارم، شبیه همین چیزی که الان نقل کردم. گفت بیزارم. شاگرد فضیل. بله شاگرد فضیل. و تو همین حال از دنیا رفت. فضیل انقدر ناراحت بود چون یه گمان دیگری راجع به این شخص داشت. حالا این کفرش رو هنگام مرگ بیرون ریخته، تا یه چند روزی از منزل بیرون نیامد از ناراحتی. تو یک حالتی تو خواب این شاگرد خودش رو دید که دچار عذاب اون طرف و جای بدی داره. ازش سوال کرد که تو که من گمانم این بود بهترین شاگرد بودی، چرا اینجوری؟ گفت من مبتلا به 3 گناه بودم و این 3 گناه منو بیچاره کرد. یکی این که سخنچین بودم، نمامی میکردم، دو به همزنی به اصطلاح میکردم. دومی که حسادت داشتم که در روایات ما خوندیم حسادت چیزیست که یواش یواش ایمان رو از بین میبره. اونجایی که انسان واقعا چشم نداشته باشه دیگری رو ببینه و به گونه‌ای هم ضربه بزنه به او، با زبانش، با عملش، با نیش و کنایش. این 2 و 3 مشروب میخوردن. در پنهان من شراب میخوردم، ولو ابتدایش به عنوان مداوا بوده. هرچند که ما در روایتمون داریم که خدا دوا رو در شراب قرار نداده، اما حالا این میگفت که ولو ابتدایش به این عنوان بوده، ولی خب دیگه عادت کردم بهش. خب ببینید این ایمانهای عاریه‌ای است. اما نوع دوم ایمانهای مستقر و ثابته که شخص تو زندگیش با دین زندگی کرده، با خدا زندگی کرده، از صمیم قلب خدا رو دوست داره. آقای شریعتی این خیلی نکته مهمی است که ببینید ما در آخرالزمان به خصوص داریم که چه بسا ممکنه شخص تو بعضی از جاها نسبت به اعمال کم بیاره، تخفیف داده شده. واسه همینم گفته شده اگر کسی در آخرالزمان 1/10 اعمال رو انجام بده اهل نجاته. اما تو اعتقادات تخفیف داده نشده، چون اعتقادات قلبیه، این که سختی نداره. تو عمل ممکنه به خاطر ضرورت‌های بیرونی یه جاهایی ما به هر حال مشکلاتی پیدا بکنیم، به خاطر اقتضاعات زمان. البته این باعث این نشه که کسی خدای نکرده بگه خب حالا اینجوری که شد دیگه هیچی، ما راحتیم. نه، یعنی تصمیم بر بیدینی کسی نباید داشته باشه، شکی نیست، تصمیم بر اجرا باید داشته باشه. اما یه جاهایی ضرورت‌ها و اقتضاعات زمان ممکنه باعث بشه که دست پای آدم رو بگیره، توصیه‌های دین رو اونچنان که باید و شاید در عمل و در خارج تحقق نبخشه. اما در اعتقاد قلبی دیگه تخفیف داده نشده. اینجا که دیگه مشکلی نداری، اینجا که میتونی عمیقاً پایبند باشی. اینجا رو گفتن که اتفاقاً محکم بگیرید. واسه همین هم هستش که واقعا ما باید تو اعتقاداتمون سعی کنیم این رو آنچنان محکمش بکنیم. شخصی که تو دنیا تو بحرانهای زندگی و حوادث سخت زندگی صراط رو از دست نداده، صراط مستقیم بندگی رو از دست نداده، از چارچوبه دینی بیرون نرفته، این شخص میتونه تو اون سختی های صراط آخرت اونجا هم میتونه عبور بکنه و راحت بره جلو. من این رو هم فکر میکنم عرض کرده باشم که مرحوم علامه طباطبایی، این فارابی زمان ما، ایشون پزشکی که رئیس بیمارستان
رئیس بیمارستانی بود که مرحوم علامه طباطبایی آخر عمرش اونجا بستری بود. ایشون نقل میکنه که آنچنان مرحوم علامه طباطبایی حافظش رو از دست داده بود و دچار فراموشی شده بود که هیچ اصطلاحات دینی، اصطلاحات علمی و بعضی از مسائل دنیایی رو به یاد نداشت. حتی طوری بود که گاهی موقع ما یه لیوان آب به دست اون میدادیم همجوری نگه میداشت مگر ما به ایشون میگفتیم بخور. نمیدونست چیکار باید بکنه. یعنی به این حالت از فراموشی. اما در این حال همه اون کسانی که نزدیکان ایشون بودن نقل میکنن که 7-8 روز آخر زبانش دائم حرکت میکرد. یکی از نزدیکان ایشون به خود من میگفت من سرمو نزدیک بردم، گفتم آقا جون مشغول چی هستی؟ گفت حرف زدن، تکلم. گفتم با کی؟ گفت با حضرت حق. اینو فراموش نکرده بود. به قول حافظ خدا رحمتش کنه، هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از خاطرمان سر و خرامان نرود. آنقدر مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. ببینید اینجور آدما شوخی نکردن با دین، با حلال حرام خدا، با اعتقادات. طبیعیه که وقتی اینا اعتقاداتشون رو نگه داشتن تا دم مرگ، اعتقادات همونا رو نگه میداره تو سفر آخرت. حالا یه اشاره به آخر زمان کردید، همون دعای غریق رو فکر کنم خیلی رو باید بخون. من ممنونم از اینکه این رو تذکر دادید. ببینید این همون نکته است که تو دعای غریق رضوان خدا بر مرحوم آقای بهجت ایشون میگفتش که اگر صراط آخرت از همین دنیا شروع میشه، که شروع میشه، ما قبلا هم میگفتیم صراط آخرت از همین صراط مستقیمی است که اینجا انتخاب کردیم. کسی که اینجا صراط مستقیم رو انتخاب کرده اونجا بر صراط خواهد رفت و کسی که اینجا درست بره اونجا درست میره و کسی که اینجا نلغزه و منحرف نشه اونجا از صراط نمیلغزه. ایشون میفرمود اگر صراط آخرت از دنیا شروع میشه، که شروع میشه، دعای غریق رو زیاد بخونید که ثابت قدم بر ایمانتون تو این صراط بمونید. که وقت شما ببینید تو دعای غریق امام صادق علیه السلام اینجوری یاد میده که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا قلب من رو بر دینت ثابت قدم بدار. این مهمه که این ایمان قلبی تثبیت بشه، محکم بشه. دو تا نکته اینجا گیرمون اومد، البته نکات بسیار بسیار فراوانی رو فرمودید شما، ولی تو همین نکته آخر که صراط از همینجا شروع میشه. بله. و اون چیزی که به دردمون میخوره ایمان قلبی. کاملا. بازم اینو من تاکید میکنم، حتی اگر در آخرالزمان عمل به بعضی از دستورات یه مشکلاتی ایجاد براش میشه که ای چه بسا انجامش سخت باشه یا یه جاهایی تو عمل آدم کم میاره، خیلی سخت نمیگیرن. اینو خیلی سخت نمیگیرن. پیغمبر اکرم تو جمعی از اصحابش فرمود اگر شماهایی که منو دارید میبینید و در زمان منید هر مسئله‌ای میخواید صاف از من میپرسید 1/10 نسبت به اعمال کم بگذارید اهل هلاکتید. اما آخرالزمانی ها اگه به 1/10 از دستوراتشون عمل بکنن اهل نجاته. بازم من اینو عرض میکنم، این معناش این نیست که آدم تصمیم بر بیدینی بگیره بگه خب حالا دیگه هیچی، اگه خواستیم عمل میکنیم اگه خواستیم عمل نمیکنیم. نه، باز با تمام هم و تلاشمون باز کم داریم. این برای اون کسی است که هم و غم به دینیش رو حفظ کرده اما اقتضاعات زمان یه جاهایی دست و پاشو میگیره، مجبورش میکنه. توی مجلسی رفتن، توی یه جایی رفتن، یه مرتبه ناخودآگاه مواجه میشه با یه گناهانی. ای چه بسا ممکنه شاید نتونه اون وظیفه خودشو اونجا انجام بده. این تو عمله. اما تو اعتقادات چی؟ اینجا که دیگه کسی نمیتونه جلوتو بگیره. اینجا خودتی و خودت. اینجا دیگه نباید کم بیاری. تثبیت اعتقادات و محکم کردن عقاید درسته که خیلی خوبه به مطالعه و کلاس رفتن و به هر حال آموختن باشه، ولی اونا عقل رو قانع میکنه. اگه آدم بخواد باور قلبی پیدا کنه و اعتقادات رسوخ در جانش بکنه، باید همونجوری که اشاره کردم با اعتقاداتش زندگی بکنه، عمل بکنه به اونها. فقط علمی یاد بگیره، کتاب بخونه راجع به خدا، اطلاعاتش بره بالا، خوبه، ولی این نمیتونه آدم رو خیلی نگه داره. یعنی رو صراط مستقیم بودن یعنی بندگی کردن. یعنی بندگی کردن. آفرین. ببینید شیطان هم اطلاعات دینیش کم نیست، اونم خیلی چیزا بلده. یه کسی میگفت من با شیطان یه بحث علمی کردم، 1 ساعت آنچنان با من بحث کرد، دیدم نه این خیلی زرنگه. بعد از 1 ساعت مغلوبش کردم، حالا توی حالتی بود دیگه. بعد بهش گفتم همچینم که میگن تو استاد نیستی. گفت میخواستم 1 ساعت وقت تو بگیرم.
دیدم باز من مغلوب او شدم. دیدم باز من خب ببین اون خیلی بلده، عقلش ولی کار میکنه. آفرین، عقلش کار میکنه. به تعبیر روایات ما حتی این اسمش عقل نیست، این اسمش نکراه، یعنی شیطنته. چون عقل و زیرکی که در خدمت خدا نباشه شیطنته، دیگه عقل نیست. عقل دیگه نیست. کیس زیرکه، اما در جهت مثبت نیست، در جهت رشد نیست، در جهت گمراهی. و حالا ببینید او اطلاعاتش زیاده ولی باور نداره، رسوخ در جانش نیست. اگر ما بخوایم رسوخ بکنه اعتقادات در جانمون، باید زندگیمون رو با بندگی پیش ببریم، باید عمل بکنیم. و من یه توصیه‌ای دارم خدمت همه دوستان و بزرگواری که الحمدلله میدونم دنبال این هستن که زندگیشون رو با بندگی پیش ببرن. حدیثی هست از امام صادق علیه السلام معروف به حدیث عنوان بصری که از احادیث بسیار ارزنده اهل بیت علیهم السلام هستش که یک دستورالعملی است برای بندگی. اولا بندگی رو تعریف میکنه که دقیقاً ما بدونیم چیه، و ثانیاً دستورالعملی داره. من حالا اجازه میخوام یه مقدار ازش بگم از این حدیث، بعد حالا اگر رسیدیم حالا تو این جلسه بعد تو جلسه بعد کتابی من معرفی میکنم که مستقلاً این حدیث رو، چون اصل حدیث تو کتاب بحرالانواره ولی مستقلاً یک کتابی در رابطه با او به هر حال چاپ شده و نوشته شده با نثر خیلی خوب و روانی بر پایه همون حدیث عنوان بصری. این حدیث عنوان بصری رو توضیح داده. این حدیث عنوان بصری حدیثی هستش که بعضی از اهل معرفت به شاگردانشون اکیداً توصیه میکردن، یعنی مثل یه دستورالعمل سلوکی بوده. مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی ایشون به شاگردانش توصیه میکرد که این حدیث رو بنویسید، تو جیبتون داشته باشید، هفته 1-2 مرتبه بخونید و بدونید چیه و روش عمل بکنید، تطبیق بدید خودتون رو با او. ببینید ما باید دنبال این دستورالعملا باشیم، نه بعضی از این گاهی موقع‌ها چیزای من در آوردی. آدم جناب شریعتی بعضی از اوقات واقعا دلخور میشه، ناراحت میشه از اینکه چرا بعضیا یه دعاها یا یک چیزهایی به عنوان ذکر که اصلا وارد نشده از اهل بیت، دعای 6 قفل، دعای 7 هیکل، دعای گنج العرش، خب اینا چرا ما دنبال یه چیزایی هستیم که اصلا از اهل بیت نرسیده و سندی نداره، در حالی که ما انقدر غنی هستیم. ما وقتی به اینها میرسیم میبینیم شاید خیلی میلمون به اینها نباشه. باز خدا رحمت کنه به تعبیر مرحوم الله بهجت که بعضی دنبال یه ذکری هستن که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام، فقط چون یه چیز عجیبیه گویی همین اون سری است که میشه آدم باهاش به جاهایی رسید. ولی اگه بهش بگی بابا حدیث عنوان بصری از دوله مبارک امام صادق علیه السلام اومده، دستورالعمل بندگی است، اینو باید آدم انجام بده، شاید خیلی رغبت نباشه. به هر حال این رو من توصیه میکنم، این حدیث رو، که عنوان بصری خودش شخصی بوده که شخص کهنسالی هم بوده. حالا مقدماتشو من نمیخوام بگم، خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و از حضرت علم میخواد. امام صادق علیه السلام تعبیرش این هست، من حالا جملاتی میخونم هر مقداری که فرصت بود هست. امام صادق علیه السلام میفرماید که لیس العلم بالتعلم، علم با آموختن نیست. یعنی این علمی که الان تو دنبالشی، به تعبیری این معرفت، این باور قلبی که علم حقیقی است، این با آموختن و با کتاب و درس و اینا نیست. لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. نوری است که خدا باید در قلب بگذاره، خدا باید بتابونه در قلبی و این باور قلبی رو خدا باید بده. در روایات ما هستش که معرفت صنع الله، کار خداست. اون چی که کار ما و وظیفه ماست اینه که زمینه تابش اون نور الهی و اون عنایت خدا به قلب رو فراهم بکنیم. بعد امام فرمودن که فین اردت العلم، اگه میخوای این علم رو به دست بیاری و خدا بهت بده، طبیعتا باید زمینش رو تو فراهم بکنی. فین اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، ابتدا دنبال عبودیت تو خودت باش، دنبال بندگی تو خودت باش و این رو جستجو کن. اینجوری بسترش بنده‌ای. بله این خیلی مهمه که تو خودمون جستجو کنیم چقدر بنده ایم. این همونیست که امام کاظم علیه السلام از یک کوچه‌ای رد میشد، همه شنیدید که دید صدای ساز و آواز و به هر حال یک موسیقی میاد، موسیقی مطربی میاد. همون موقع یه خدمتکاری از اون خونه اومد که یه چیزی رو بیرون در قرار بده.
امام پرسید که صاحب این خونه عبد یا آزاد هستش، عبد یا حره؟ گفت نه آزاده، خیلی هم خودش خدم و حشم و کنیز و اینها داره. حضرت فرمود همون آزاده که هر کاری دلش میخواد بکنه، اگه بنده میکنه. بود اگه بنده بود اینجوری این کارا رو نمیکرد. حضرت این جمله رو گفت رد شد. وقتی که این خدمتکار برگشت تو خونه، صاحب خونه گفت یه مقدار دیر کردی، چی بود؟ گفت گفتگو رو یه مرتبه گویی یک برقی بود که بر او زد و یک جرقه‌ای که در وجودش آتیش گرفت. پای برهنه دوید به سمت امام کاظم و او رو تو کوچه پیدا کرد، به دست حضرت توبه کرد و بشر حافی، که حافی یعنی پا برهنه، معروف شد به همین حافی بودن و پا برهنه بودن به برکت اینکه توبه رو با این حالت انجام داده، با پای برهنه. ببینید عبد بودن رو تو خودمون جستجو کنیم. چقدر بنده ایم؟ تا کجا بنده ایم؟ تا چه حدی بندگی ما هست؟ آیا فقط بندگیمون تا اون جاهایی است که میلمون هست، تو زمان راحتی ها هست، تا وقتی هستش که ما یه چیزی رو میفهمیم، اونجایی که احیانا نمیفهمیم زیر بار دیگه نمیریم، تا اونجایی است که حال داریم، اونجایی که حال نداریم دیگه بندگی نمی کنیم. یعنی بنده حالیم، بنده میلیم، بنده فهم خودمونیم. اون منیتی که وقتی شما اشاره کردید، آفرین. اینا به گونه های آدم میبینه که بوی منیت توشه. اونی که بنده خداست بندگیش حد و اندازه نداره، اینجا و اونجا نداره، تو این مجلس و اون مجلس دیگه نداره، سختی و راحتی دیگه نداره. من بفهمم یا نفهمم، وقتی این دستور از طرف خداست فرق نمیکنه. بنده حال داشته باشم یا نداشته باشم، وقتی دستور خداست فرق نمیکنه. که ببینید اینا اون چیزایی است که محک هایی است که باید حضرت فرمود اینو اول تو وجود خودت پیدا بکن. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه وطلب العلم به استعماله. علم رو اگر میخوای گیر بیاری باید عمل بکنی، باید بهش عمل بکنی. عمل بکنی عبودیت و بندگی زیاد میشه، ایمانت مستحکم میشه، اون نوری که تو قلبت باید بتابه میتابه. و استفهم الله یفهم، که از خدا بخواه بهت بفهمونه، خدا میفهمونه. بعد اون فرد گفتش که یا ابا عبدالله، از امام صادق سوال کرد ما حقیقت العبودیه، بندگی چیه که من تو خودم بخوام پیدا کنم ببینم دارم یا ندارم؟ بندگی چی هستش؟ حضرت 3 چیز رو با عنوان ملاک بندگی فرمودن که ما باید خودمون رو با این ملاک تطبیق بدیم. فرمودن که قال 3 اشیاء، 3 چیزه. ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن، این که بنده برای خودش نسبت به داده های خدا و سرمایه ها و امکاناتی که بهش داده ملکیتی نبینه، سرمایه ها رو از خدا ببینه. اگر چشمی بهت دادن، اگر زبانی بهت دادن، اگر امکاناتی بهت دادن، اگر علمی بهت دادن، اگر زیبایی بهت دادن، اگر قدرتی بهت دادن، اگر ثروتی بهت دادن، این سرمایه ها از کسی دیگره. نشانه این که این سرمایه ها از خودت نیست، از کسی دیگره، اینی که در زمان احتیاج بسیاری از اینا رو تو از دست میدی. زمان پیری آدم خیلی از اینا رو از دست میده. یه آتش سوزی میشه صورت آدم، همون فردی که چهارسا خیلی زیبا بود از دست میده. اگر مال خودت بود و خودت مالک بودی برگردون. اگه مال خودت بود، این معلومه مال کسی دیگری است که به امانت 4 صباحی به تو داده که در راه خودت خرج بکنی. اگر ما این نکته اول و رکن اول عبودیت رو که آدم بدون سرمایه ها و امکاناتی که خدا بهش داده، ظاهری و باطنی، این مال خداست، دست من به امانته، خرجش نکن در راه دشمن خدا، غصب نکن تو این سرمایه ها و امکانات، خیلی جدی نگیره. آفرین. اون چیزی که خودش میخواد در مسیر او به کار ببر، در مسیر خودش به کار ببر. اون وقت ببینید نتیجه این رکن این میشه. امام صادق فرمود اگه اینو باور کردی که سرمایه ها و امکانات رو خدا بهت داده، نتیجهش این میشه که فاذا لم یر العبد نفسه فی ما خوله الله تعالی ملکن حال هان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی ان ينفق فیه. اون وقت بخشیدن سرمایه ها رو در راه خدا خرج کردن راحت میشه. خیلی بد سخت. تو اگر مال خودت بدونی، خب آدم به جونش بسته است. خمس موقع فرارسیدن زمان خمس که میخواد بپردازه یا زکات میبینی نمیتونه بده، ولی وقتی ببینی که بابا 1/5 که هیچی، کل این سرمایه رو اگه در راه خدا بدی چیزی ندادی، مال خودشه،
وقت به راحتی میده. وقت اینجوری نیستش که براش انقدر سخت باشه که اون جوون بیاد بگه که آج آقا ما تو خونمون، من جوونم هنوز دارم درس بخونم، من امکاناتی ندارم، سرمایه درآمدی ندارم، پدرم خمس نمیده، چیکار بکنم؟ من میخوام نماز بخونم تو اون خونه، من میخوام غذای اون خونه رو بخورم. واقعا آدم دلش میسوزه که چرا بعضی از بزرگترها متوجه این نیستن. اون 1/5 خمس غصبی است در زندگی تو، مال تو نیست اصلا مال تو نیست. سهم امام یکی از بزرگواران قوم بود، خدا رحمتش کنه، حالا بسیار بزرگواری بود. ایشون از یکی از همولایتی‌هاش نقل می‌کرد، میگفت دم مرگش، اون آخراش بود، میگم ما بهش گفتیم وصیت کن، یه آدم پولداری هم بود، میگم اولا وصیت بلد نبود، یعنی تو این باغ اصلا نبود. بعدش هم اینجوری گفتش که خب خمس که الان مد نیست، اون که هیچ، زکات رو اگر من مردم ورثه ندن چون فقیر میشن، اگه حالا زنده موندم خودم یه کاری میکنم. ایشون میگه اتفاقا از دنیا رفت، وارثانش هم خمس و هم زکات هر چی که داشت ندادن و فقط وبالش به گردن خودش بود. خب ببینید این کسی که سخته براش انفاق کردن، چون مثل قارون تو قرآن داره اموال رو میگه خودم به دست آوردم، با هنر خودم، با علم خودم، انما اوتیته علی علم عندی. این رکن اول عبودیت. من اگر اجازه بفرمایید رکن دومی که امام صادق علیه السلام فرمود این هستش که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دومین رکن این هستش که شخص برای خودش تدبیر و تقدیر نکنه، بگذاره تقدیرات رو خدا براش رقم بزنه، بگذاره مدیریت زندگیش رو خدا به عهده بگیره. خدا هم آگاهتر از ما به مصالح ماست، هم مهربانتر از ما به خود ما. ما هم مصالحمون رو میدونیم چیه، خیلی هم دلسوز نیستیم که تا ابدیتمون رو بفهمیم چیه، دلمون رو برای همه جا بسوزونیم. مدبر اوست. آفرین. بذارید همون تدبیر بکنه به صلاح، حتی اگر یه جایی خلاف میل ماست، اگر فقری، اگر ثروتی، اگر مرضی، اگر سلامتی، اگر راحتی، اگر بلایی هست، این مدیریت رو بذارید خدا انجام بده. ما بندگیمون رو بکنیم، کم از اینجا نگذاریم، اما مدیریت رو بگذاریم به اون، نتیجه رو بسپاریم به اون. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای 200 عیش که با بخت خدا داده کنی. اون وقت ببین چقدر خوشخواهی بود. اگر بسپاری به او، ببین چی برات به وجود بیاد. یک روایتی است آیه شریعتی، بسیار زیباست این روایت از امیرالمومنین علیه السلام، که خدا به داوود فرمود که یا داوود ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید. تو یه اراده‌ای داری یا یه چیزی میخوای، منم یه اراده‌ای دارم و یه چیزی میخوام. گاهی موقع‌ها اراده خدا با اراده عبد و بندش با هم درگیر میشن. یعنی مثلا تو ثروت رو میخوای، من فقر رو به صلاحت میدونم. تو راحتی رو میخوای، من بلا رو به صلاحت میدونم. تو سلامتی رو میخوای، من مرض رو به صلاحت میدونم. من دلسوزترم. خب اون وقت تو این جور جاها اگر انصاف دادی، فان اسلمت لما ارید اعطیتک ما ترید، اگر انصاف دادی و اراده خودتو گذاشتی کنار، گفتی که من چی کاره هستم، خدا بذار مدیریت کنه، اراده خدا حاکم باشه. خدا میفرماید هم راحت خواهی بود، اون چیزی که من بخوام انجام میشه و اون مصلحت تو به بهترین وجه بهت میرسه. حتی اگه اون چیزی که تو میخوای بهت ندم، بهتر از اون رو برات به وجود بیارم. اما اگر خودتو کنار نکشیدی، با اراده و خواست من خدا درگیر شدی، و ان لم تسلم لما ارید، اگر تسلیم اراده من نشدی، اتعبت کفی ما ترید، تو رو به زحمت میندازم، یعنی خودت در واقع به زحمت میفتی، درگیر میشی با من، در این حال که کاری هم پیش نمیره. خب بالاخره اراده من خدا حاکم میشه، فقط خودتو خسته کردی، به رنج انداختی و اجرتو از بین بردی. اتعبت کفی ما ترید ثم لا یکون الا ما ارید، بعدش هم همونی که من میخوام میشه. یکی از بزرگوارا تو قم از استادش نقل میکرد، میگفت تو زندان زمان طاغوت بود، میگفت این بزرگوار تو زندان خیلی ناراحت بود، خیلی غم و غصه میخورد، خیلی تو رنج بود از جهات مختلفی که الان تو این وضعیته، طوری که حتی بدنش هم رنجور شده بود و به مریضی و عفونت افتاده بود. ایشون میگه یه مرتبه من داشتم قرآن تو زندان میخوندم، رسیدم به این آیه که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگه تو عالم دو خدا باشه فاسد میشه. یه مرتبه دیدم تو وجود منم 2 تا خدا داره حکومت میکنه، یکی خدا، یکی خودم دارم خدایی میکنم و درگیر شدم.
خودمو کشیدم کنار، گفتم خدا هر چی میخوای همون درست. ایشون میگفت خدا رو شاهد بگیرم بعد از اون آنچنان خوشی‌هایی برا من پیش اومد و راحت تحمل میکردم که تو ماه رمضان دعای اللهم فک کل اسیر رو نمیخواستم بخونم که نکنه من آزاد بشم. یعنی هر چو خواست. یعنی انقدر خودم رو تسلیم اراده او کردم و مدیریت و تدبیر او که وقتی اینم راحتم. کار خودگر به خدا بازگذاری حافظ، ای 200 عیش که با بخت خدا داده کنی، همینه که اون وقت آدم راحت زندگی میکنه، شرایط راحت میپذیری، کاملا راحت زندگی میکنه. اینم دو. اگه اجازه بفرمایید نکته خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار حدیث خوبی بود. نکاتی هم که امروز مطرح شد خیلی خوب، راهگشا. انشالله ما و همه دوستان عزیزمون بتونیم عمل بکنیم به این نکاتی که آقای عالی اشاره کردن. صحبت‌های آقای عالی و همه کارشناسای خوبمون رو میتونید در سایت ما ببینید. سمت خدا سه.ir هم فایل های صوتیش هست، هم فایل های مکتوب به صورت متنی. صفحه 560 مصحف شریف. ما دیگه به جزء 28 قرآن کریم رسیدیم. آیات ابتدایی سوره تحریم رو با هم تلاوت میکنیم و میشنویم. برمیگردیم انشالله ادامه حدیث عنوان بصری رو تا جا داشتن اشاره میکردن رو با هم میشنویم. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
انشاءالله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه ما در مسیر بندگی در اون صراط مستقیم ثابت قدم بمانیم و انشاءالله عاقبت به خیر بشیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو در محضر جای عالی داشته باشیم. خواهش می‌کنم. جناب شریعتی، آیه 6 سوره مبارکه تحریم. بله. خداوند متعال بفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. مؤمنین، هم خودتون رو از آتش جهنم حفظ بکنید، هم اهل و خانواده‌تون رو. مسئولیتتون فقط برای خودتون نیست، بلکه اون مدیر خانواده، به خصوص پدر خانواده، مسئولیت حفظ خانوادهش رو هم از آتش جهنم داره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، حفظ بکنید از آتشی که وقودها الناس والحجاره. هیزم جهنم خود مردم و سنگ ها هستن. هیزم اونجا اینجور نیست که یه کنده درخت باشه، چوب باشه که یا مثلا زغال سنگی باشه، نفتی باشه، یه جسم و به هر حال یک وجود خارجی باشه که انسان رو بندازن اون تو. نه، خودشونه. آتیش از خود انسانه. آتیش از خود انسانه. هیزمش خود آدما هستن، ولی حجاره و سنگ. این سنگو بعضیا گفتن بت‌ها، ولی بعضیایی که دقیق‌تر مطرح کردن گفتن این سنگ اونجایی که میگه آتیش این جهنم خود مردمه، یعنی مردم و این جسمشون و اعمالشون، اونجایی که میگه و سنگ‌ها و قلب‌هایی که مثل سنگ شده، یعنی ظاهر و باطن انسان میسوزه. این خیلی عجیبه. این حال بعداً تو بحث‌های جهنم خواهیم گفت. هر آتیشی که شما اینجا تو دنیا فرض بکنید جسم رو میسوزونه، دل رو نمیسوزونه، روح رو نمیسوزونه، جسم پودر میشه. اما آتیش جهنم آتیشی هستش که دل رو میسوزونه، به تعبیر آیه قرآن التی تطلع علی الافئده، روح رو میسوزونه. اینجا داره میگه هم جسم میسوزه، هم حجاره، اون دلهای سنگی، اینا آتیشش هستن. علیها ملائکتون غلاظ شداد، بر اون آتش جهنم یه ملائکه سختگیری، یه ملائکه غلیظ و شدیدی هستن. اونجا که دیگه اگه ملائکه دلسوز بخوان باشن که خودشون خیلی رنج میبرن. اونجا متناسب با جهنم ملائکه‌ش هم باید غلاظ و شداد باشن. لا یعصون الله ما امرهم، هیچ معصیت خدا رو نمیکنن و تخلف و نافرمانی ندارن. و یفعلون ما یؤمرون، هرچی بهشون دستور داده شده مأمور هستن انجام میدن. ظلم هم نمیکنن، هرچی که بهشون دستور داده شده. به هر حال پیام این آیه این هستش که هم خودمون هم خانوادهمون رو مواظب باشیم، که در روایات ما هست که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دید یه شخصی کنار مسجد خودش، مسجد النبی، داره گریه میکنه به شدت. رسول خدا پرسید که برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله، من چجوری میتونم خانواده‌مو حفظ بکنم؟ من خودم اگه بتونم خیلی نگه دارم، نمیتونم. وقت مسئولیت اونا رو از من بخوام بیارن، کم بیارن. حضرت فرمود نه، تو کار خودتو بکن. اون وقت اگه تو کار خودتو کردی، اگر دیگه تو خانواده امر معروف و نهی از منکرت رو کردی، اگر کسی خدای نکرده گمراه شد، دیگه تو مؤاخذ نیستی. نگی به من چه بی تفاوت باشی. تو کار خودتو بکن، ولی مسئولیت حدی داره. تو زحمت تو وقتی کشیدی. باز در روایت داره که اگر شخصی به اهلش بگه سیامکم صلاتکم سیامکم جیرانکم مساکینکم ایتامکم، مراقب نمازتون باشید، مراقب روزتون باشید، یعنی اینا رو تذکر تو خونه بده. اون وقت داره که اگر اطاعتت رو کردن، خب کارتو انجام دادی، وظیفتو. اگر اطاعت تو رو نکردن، به گردن تو دیگه چیزی نیست، تو وظیفتو انجام دادی. بسیار. این پیامی اینم یه حکم مسئولیتی بود که خدا تو این آیه به هممون دادن. بسیار ممنون، متشکرم. خب حدیث عنوان بسری رو حضرت آقای عالی داشتن بهش اشاره می‌کردن. من خواهش می‌کنم که یک بار دیگه یک مقدمه‌ای بگید در مورد این حدیث که از کجا ما رسیدیم به اینجا، بعد ان شاءالله ادامه بحث داشته باشیم. عرض کردم این حدیث عنوان بسری در واقع وظایف و اقتضاعات بندگی است که امام صادق علیه السلام، اگر کسی میخواد در عمل بنده باشه، مؤمن باشه، و عرض کردیم اگر در عمل مؤمن بود و در زندگی با ایمان و با دین و با دستورات خدا و اهل بیت زندگی کرد، ایمان تثبیت میشه در قلبش و دیگه تو مواقف مشکل نداره. اون وقت در مواقف مشکل نداره. اون موقف اول رو که موقف سوال از عقاید به راحتی میگذرونه. اینجا باید عقاید رو تثبیت کرد. امام صادق فرمود بندگی اگه بخوای تو زندگی داشته باشی، یک،
سرمایه ها و داده های خدا رو از خدا ببین، تو کسب نکردی اون چه که بهت داده و طبیعتا در راه او به راحتی خرج بکن. دوم این که تدبیر و مدیریت رو به خدا بسپار، با اراده خدا درگیر نشو، تو بندگی تو بکن، نتیجه رو بسپار به خدا، بهترین نتیجه رو برات رقم میزنه، چون از تو به خودت آگاه‌تر و از تو به خودت دلسوزتره. و سومین رکن بندگی، امام علیه السلام میفرماید که و جمله اشتغاله فیما امره الله تعالی بهی و نهاه عنه، این شخصی که میخواد عبد باشه دل مشغولیش و عمده نگرانیش به اینه که امر و نهی خدا رو انجام میده یا نه، مشغولیتش به اینه، حواسش به این جنبه، دائم مراقب اینه که خدایی که دائم ربه، من دائم عبد هستم یا نه. ببینید خدا دائم ربه، اما تو چی؟ تو دائم عبدی یا یه موقعی همونجور که عرض کردیم از زیر ولایت خدا میری بیرون و تحت ولایت شیطان قرار میگیری، از عبودیت میری بیرون. شخصی که میخواد تو زندگی بنده باشه و ایمانش تثبیت بشه تو قلبش و با دین زندگی بکنه، دائم مراقب دستورات دینه، امر و نهی دین رو. خجالت هم نمیخواد بکشه از دیگران، از خدا باید حساب ببره. اینکه رو درواسی و تعارف و خجالت از این و اون کشیدن، اگه اون مجلس نرم دیگران چی میگن، با اینکه مجلس حرامیه، اگه مثلا فرض کنید با این فردی که نشسته داره غیبت میکنه، من مثلا اگه نخوام گوش بدم و تو روش بخندم، خب این ناراحت میشه. خب اگر بخندی تو روی اینی که داره غیبت میکنه که خب خدای تو ناراحت میشه. به هر حال اگر شخص تمام دل مشغولیش به این باشه که امام صادق میگه همینه، ببین امر و نهی خدا رو درست انجام میدی یا نه، تو چارچوبه دستورات الهی حرکت میکنی. وقت اگر این چنین شد، نتیجه این رکن سوم، دائم اشتغال داشتن با دستورات خدا، اینه که لا یتفرق منهما الی المراء و المباهات مع الناس. دیگه چنین شخصی که دل مشغولی و نگرانیش اینه که خدا از من راضی هست یا نه، دنبال این نیست که پیش دیگران مثلا فرض کنید به عنوان مثال بخواد بدوی که دل دیگران رو به خودش جلب کنه یا تفاخر و فخر فروشی به اینها داشته باشه. چیزی براش مهم میشه خدا دیگه اینا دیگه براش مهم نیست. اون که براش مهمه دستورات الهی هست. دقیقاً ببینید یه نکته است که امام صادق تو این سه رکن بهش اشاره میکنه. کسی که سرمایه ها و امکاناتش رو از خدا دیده که امانتاً به من داده، مدیریت کارش رو هم به خدا سپرده، بله. میگه شأن من تو این دنیا فقط بندگیه، من دیگه نیومدم اینجا برای خدایی کردن، برای ناز کردن، برای تکبر. کبریا مخصوص خداست دیگه. اون وقت فخر به این اون نمیفروشه. اون وقت چنین کسی عبد میشه اون کسی که وقتی تو معراج ازش میپرسن، اون نمونه اعلای عبودیت پیغمبر اکرم، وقتی ازش میپرسن که من انت، تو کی هستی؟ پیغمبر فرمود عبدک و عبد عبدک، بندم پسر بندت. یعنی در واقع هیچ، خدای همه کارا خودتی، من فقط بندم، شأنم همینه. آخه میگن یه در زمان قاجار یکی از این شاه‌ها به یه درویشی برخورد کرد و اصلا هیچ اعتنایی نکرد به این شاه. این ناراحت شد که احترام بهش نگذاشت. گفتش که چرا احترام نگذاشتی؟ اون درویش گفت مگه تو کی هستی؟ گفت من شاهم. گفت خب بعدش چی میشی؟ گفت هیچی. گفت من همین از الان هیچی هستم. اون درویش گفت من هم از همین الان هیچی هستم، تا حالا بعداً بخوای هیچی بشی. چیزی نیستیم که اینقدر بنازیم، اینقدر فخر بکنیم. رضوان خدا بر مرحوم شیخ انصاری، خاتم الفقهاء و المجتهدین بهش لقب دادن. از 150 سال پیش به این طرف تمام مراجع تقلید ما و مجتهدین ما از کتاب‌های او استفاده کردن و شدن مجتهد. عجیب بود ایشون از جهت تقوا. یه مادری داشت آی شریعتی ایشون بسیار متدینه که سوادی نداشت چندان. مادر ایشون یه موقع از شوشتر و دسفول که محل زندگیش بود رفت نجف برای دیدن پسرش. زنهای نجف وقتی فهمیدن مادر شیخ اعظم مرجع تقلید شیعه اومده، همه رفت و آمد میبوسیدن و رو دستشو میبوسیدن. یه مرتبه مادرش به شیخ گفتش که مرتضی برای چی زنها اینقدر دست منو میبوسن؟ گفت مادر چون شما نماز شب میخونی، اهل تهجدی. نمیخواست بگه به خاطر من. گفت مادرم خب خیلی هستن تهجد میکنن نماز شب بخونن، چرا من؟ گفت نه خب شما زیارت هم خیلی میری. گفت مادر جان خیلی هستن زیارت میرن. گفت او قبول نکرد. گفت مادر به خاطر منه، شما احترام میذارن. برگشت این زن با معرفت گفت مرتضی مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی هستی؟ خیلی حرفه که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
این رو آدم باور بکنه که همه کار اوست، شأن من بندگی. بسیار خوب. ما خیلی فرصت نداریم، شاید کمتر از 2 دقیقه. پس اون چی که از این حدیث ما استفاده میکنیم خدا و خدا و خدا. حتما همینه آقای شریعتی، منتها این دیدگاهمون رو باید اصلاح بکنیم تو مسائل اعتقادی. بله، نوع نگاه خیلی مهمه. این خیلی مهمه. یعنی اگه من بدونم این داده های من مال من نیست، اگه من بدونم علم من، هنر من، فن من، مهارت من، زیبایی من، قدرت من، ثروت من، همه امکانات رو او داده. آجا حدیث ادامه داره؟ حدیث یه دستورالعمل‌های عملی هم داره، در غذا خوردن، در صبر کردن و در آموختن دانش. خب بهش میپردازید ان شاءالله دیگه. من اگر اجازه بفرمایید تو جلسه بعد هم کتاب معرفی میکنم، همون دنباله حدیث که به هر حال نکات قشنگی داره عرض خواهم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما فردا ان شاءالله با حضور آقای فرحزاد مهمون خونه هاتون خواهیم بود. حاج آقای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم. اگر اجازه بفرمایید جناب شریعتی، ما همون کلام قشنگ امام صادق علیه السلام به نام دعای غریق رو که فرمود اون جاهایی که کار سخت میشه براتون، به خصوص در آخر الزمان، این رو از خدا زیاد بخواید. یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسیار خوب. ان شاءالله هممون ثابت قدم باشیم در مسیر ایمانمون و در مسیر بندگی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی در مسجد کوفه مناجات می‌کردند و عرض می‌کردند که مولا یا مولا انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تا سلام دوباره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا